امروز میخوام به شما نشون بدم که چطور میتونید یک وبلاگ در وبسایت بلاگرون بسازید. برای منظور در گوگل سرچ میکنیم بلاگرون رو و بعد وارد وبسایت میشیم. در منوی بالا ایجاد وبلاگ رو کلیک میکنیم. نام کاربر برای وارد شدن به قسمت مدیریت وبلاگ مورد استفاده قرار میگیره. شما میتونید هر اسمی رو که آزاد هست مورد استفاده قرار بدید. خب این اسم آزاد هست. کلمه عبور رو به دلخواه انتخاب میکنید. کلمه عبور باید از چند حرف تشکیل شده باشه تا حد زدن اون راحت نباشه برای کسانی که میخوان سوء استفاده کنن و وارد وبسایت شما و وبلاگ شما بشن. و تکرار اون رو هم وارد میکنید. خب نام وبلاگ شما همون نام اختصاصی است که برای وبلاگ شما ایجاد میشه. پس میکنید و این وبلاگ آزاد هست. این نام آزاده، پس میتونید استفاده کنید. عنوان وبلاگتون همون تیتر اصلی وبلاگ شماست که نشون میده وبلاگ شما در مورد چیه. و توضیح میتونه توضیح کوتاهی باشه در مورد وبلاگ شما، اما قبلش میتونید نام نویسنده رو وارد کنید. ایمیل شما باید وارد بشه تا مدیریت سایت بتونه با شما در تماس باشه. در صورت این ایمیل وارد کردنش الزامی هست. ایمیل عمومی ایمیلیه که بازدید کننده های وبلاگ میتونن از طریق اون با شما در تماس باشن و الزامی نیست، میتونید وارد نکنید. وارد کردن این اعداد الزامی هست، پس اون رو به درستی وارد کنید. قبول توافقنامه بلاگرون الزامی هست، قبولش میکنیم و وبلاگ رو ایجاد میکنیم. به محض اینکه وبلاگ رو ایجاد کردید وارد بخش مدیریت وبلاگ میشید و در اینجا سمت راست منوی رو میبینید که امکانات وبلاگ رو به شما نشون میده. خب وبلاگ ما هیچ مطلبی نداره، میتونیم یه مطلب براش ارسال کنیم. اولین مطلب ماست، پس عنوان مطلب خودمون رو میذاریم اولین مطلب ما. بعد هم محتوای این پست رو می نویسیم. خب در اینجا میتونید انتخاب کنید آیا نظر انتشار پیدا کنه یا نه،
به تایید شما نیاز داره و یا اینکه اصلا نظرخواهی در این پست آزاد نیست. من اجازه میدم نظر انتشار پیدا کنه و وبلاگ رو ثبت میکنم، پست رو ثبت میکنم. خب پست شما اینجا ثبت شده، شما میتونید با کلیک این ادیتش بکنید یا دیلیتش بکنید. اما ما میتونیم الان وبلاگ خودمون رو ببینیم. از پایین نمایش وبلاگ رو کلیک میکنید و وبلاگ خودتون رو ببینید. در این قسمت شما میتونید تنظیمات وبلاگ رو تغییر بدید. شما میتونید در مورد خودتون به عنوان نویسنده در اینجا بنویسید تا در وبلاگ دیده بشه. همچنین میتونید عنوان وبلاگ و شهر وبلاگ رو تغییر بدید. میتونید تعداد پست ها رو از 1 تا 30 انتخاب بکنید در صفحه اول. نحوه آرشیو مطالب، هفتگی یا ماهانه، نحوه تاریخ آرشیو، نحوه نمایش تاریخ پست ها و نحوه نمایش خود پست ها، تاریخش. و همچنین میتونید عکسی رو به عنوان عکس وبلاگ خودتون انتخاب بکنید. شما میتونید انتخاب بکنید که آیا بخش‌های مختلف وبلاگتون نمایش داده بشه یا نه. برای عنوان به عنوان مثال پروفایل مدیر وبلاگ، عکس نویسنده، جعبه نویسندگان وبلاگ، جعبه پیوند وبلاگ، جعبه نمایش نظرسنجی، آمار وبلاگ، پیوندهای دیگر، جعبه موضوعات وبلاگ، جعبه آرشیو مطالب یا جعبه آخرین مطالب میتونید انتخاب بکنید نشون داده بشه یا نشه. در اینجا هم میتونید کدهای مخصوصی رو که میخواید وارد کنید وارد بکنید. مثلا پخش موسیقی رو میتونید در اینجا خودش رو وارد بکنید و میتونید وبلاگتون رو بازسازی کنید. میتونید وبلاگتون رو الان ببینید، تغییرات ورود شما رو نگاه کنید. تغییری که ما ایجاد کردیم فرض بزنید یک عکس در وبلاگ بود. این عکس به عنوان عکس وبلاگ شما نمایش داده میشه اینجا. شما میتونید به وبسایت blogton.com برید و بقیه آموزش ها رو نیز در اونجا پیدا